و درود میفرستیم بر روح مبارک پیامبر رحمت که واقعا خداوند کریم در این آیه پیامبر رو به عنوان رحمت برای عالمین فرستاده است. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للمؤمن، رحمت للكافر، رحمت للمنافق، رحمت لليتامى، رحمت للمساكين، رحمت حتى لجامع الحيوانات. و قرآن کریم پیامبر رو به دو صفت الهی معرفی می‌فرماید. چه عجیب است. این مسئله را به خاطر این شروع می‌کنم که جامعه بشریت امروز پی برن به دین مبارک اسلام، که دین مبارک اسلام از کرامت انسانی، از احترام انسان صحبت می‌کند. پیامبر رو به این آیه معرفی می‌کند با دو صفت خودش که رؤوفیت و رحیمیت است. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. جالب این است در میان همه فرشتگان الهی با اون منزهی که دارند، با اون پاکی که دارند، خداوند کریم پیامبرش رو نفرستاد، در میان بشر فرستاد. چرا؟ تا به همه بشریت تعامل داشته باشد، تا به اون اخلاق مداری، اون زمانی که واقعا همه کفر و معانی دین مبارک اسلام جلوی پیغمبر رو استاده بودند، تا به اخلاق مداری انسان سازی کند. از اون کسانی که واقعا ضد دین بودند انسان رو ساخت با اون اخلاق مداری، با اون ترحمی که میفرماید عزیز علیه، در نفس خودتان ما پیامبر فرستادیم تا این که آنچه برای شما پیش بیاد از ناراحتی ها، سختی ها، پیامبر احساس دردشو بکند. این یک حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. چه عجیب از واقعا برای مؤمنین پیامبر اسلام حریص بوده در هدایتشون. واخفض جناحک للمؤمنین، شما باید بال خود را بگسترانی برای مؤمنین.